با درود به همه دوستان و علاقمندان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی، به ویژه میهمان عزیز برنامه آقای آرش دبستانی. من هایده نفریه از اعضای هیئت امنای بنیاد ژاله اصفهانی هستم. عنوان گفتگوی امروز تاریخ شفاهی ادبیات داستانی معاصر ایران و چالش‌های اون هست. اما قبل از آن اجازه بدید که با آقای دبستانی بیشتر آشنا بشیم. آقای آرش دبستانی نویسنده و پژوهشگر ایرانی آمریکایی در حوزه فرم روایی هستند. ایشان دارای 2 مدرک کارشناسی در رشته‌های ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا میباشند. پایان‌نامه افتخاری ایشان در این دانشگاه به بررسی روایت‌های قابدار به عنوان سازوکارهایی ساختاری و معرفت شناختی در سنت‌های ادبی اختصاص داشت. ایشان سپس مدرک مستر آف فاین آرت را در نویسندگی خلاق از دانشگاه نیویورک دریافت کردند. آقای دبستانی نویسنده 5 مجموعه داستان کوتاه به زبان فارسی و همچنین مجموعه 4 جلدی از گفتگو با نویسندگان معاصر ایرانی هستند که به مستندسازی تولید ادبی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی می‌پردازد. داستان کوتاه ایشان با عنوان با چه کسی می‌توانم برقصم در نشریه ادبی گرنیکا منتشر شده است. ایشان برنده جایزه داستان صادق هدایت و بنیانگذار پادکست افریته و رادیو نوشته هستند. پژوهش‌ها و آثار خلاق ایشان عمدتاً بر فرم روایی و تبعید و انتقال حافظه در ادبیات معاصر ایرانی متمرکز است. خیلی خوش آمدید آقای دبستانی. سلام، خیلی ممنون. متشکرم از دعوتتون. من جا داره اینجا خدمت مهمانان برنامه عرض ادب کنم و تشکر کنم از بنیاد ژاله اصفهانی. خواهش می‌کنم. اگر موافق باشید با این سوال شروع بکنیم که تاریخ شفاهی اساساً یعنی چی و منظور از تاریخ شفاهی ادبیات داستانی معاصر به چه معناست؟ خب ما با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی سرزمین ایران میدونیم که خیلی از مصالح و مفادی که در این خطه بوده سینه به سینه منتقل می شده تا همین زمانه معاصر این عادت بوده و تا جایی هم میشه گفت هنوزم هست، تا اینکه با آشنا شدن با سنت‌های غربی در صدد ثبت این تاریخ ما بر اومدیم. در حقیقت آنچه که بر ما رفته نیاز به ثبت و بررسی داره تا ما بتونیم از تجربیات پیشینیانمون بهره ببریم و اینجا جایی بوده که من تلاش کردم در حد و اندازه خودم تا آنجا که امکانش بوده سراغ نویسندگان، مترجمین، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بروم، پای صحبتاشون بنشینم و از اونها بخوام که برای ما از آنچه بر آنان رفته بگویند و به این شکل من بتونم یک جامعه آماری ایجاد کنم. خیلی متشکرم. چه ضرورتی باعث شد تاریخ شفاهی در مطالعات داستانی اهمیت پیدا کنه؟ من پیش از مهاجرت وقتی ساکن ایران بودم به عنوان یک داستان نویس شروع کرده بودم و کلاس میرفتم. اولین مجموعه داستانم اونجا به چاپ رسوندم، یعنی در ایران بودم ولی به چاپ رسید، خارج از ایران به چاپ رسید. و پس از مهاجرتم خیلی در صدد این بودم که مسیر خودم رو حفظ کنم، حالا با یه سری انطباقات. و وقتی وارد دانشگاه برکلی شدم جرقه این موضوع شکل گرفت. من سر کلاس ادبیات بودم و دیدم وقتی که صحبت از ادبیات داستانی میشه ما به کسانی ارجاع میدیم که امروزه بخشی از ادبیات کلاسیک ما شناخته میشه و
یک حسی برای من ایجاد شد که چقدر ما دوریم، چقدر ادبیات داستانی خودمون رو نمیشناسیم. چرا یه محیط دانشگاهی دسترسی روشنی به ادبیات معاصرمون نداره؟ و این موتور محرک این برنامه شد و توسط همون استاد که سر کلاسشون بودم، من به اولین فرد این مجموعه، یعنی خانم شهرنوش پارسی پور، مراجعه کردم و اولین اپیزود رو ضبط کردم. روز اول، گام اول، بی تردید آنچنان که باید و شاید من نمیدونستم که این پله ها به کجا میره. هر نویسنده به من کمک کرد تا به شکلی نویسنده دیگری رو بشناسم. هر نویسنده به من کمک کرد از جاهایی که میرفت و میآمد، در گرده هایی که می نشست، این شرایط فراهم اومد تا من بتونم جمع های دیگری رو پیدا کنم. و در حین این رخداد، این فرصت طلایی برای من پیش اومد که یاد بگیرم و سعی کردم این یادگیری رو انتقال بدم. و در نهایتش امروز اگر که به این گذشته بنگریم، یک مجموعی از نویسندگان زن، مرد، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در این مجموعه حضور پیدا کردن و از تجربیات شخصیشون، تحصیلاتشون، از خانواده‌ای که آمدن، از مسیری که طی کردن گفتن و اینها در کنار هم یک مجموعه آماری رو پدید آورده که ما امروز میتونیم از حیث اون روش مطالعه متنوع تری رو داشته باشیم. و اینجا جا داره که به این موضوع متذکر بشم که ما نسبتاً از زمره کشورهایی هستیم که کمتر مکتوباتی داریم که بتونیم بهش مراجعه کنیم، مسیر رو ببینیم، داده های استخراج کنیم به عللهای مختلف. یکیش ثبت نکردن زندگی نامه هاست، یعنی ما اتوبیوگرافی خیلی کم داریم. دوم اینکه به دلایل مختلفی کوچندگانی که تو این مسیر بودن از شیوه و دسترسیشون به اطلاعات و کارهایی که کردن دور مانده و امیدوارم که این کار تونسته باشه بستری رو فراهم کنه برای علاقمندان و پژوهشگران حوزه ادبیات داستانی. این متشکر آقای تبستانی. شما به مشارکت زنان اشاره کردید. تأثیر این مشارکت چی بوده و اگر بیشتر راجع به مشارکت زنان توضیح بدید خیلی ممنون میشم. من پس از جمع‌آوری این داده ها، این موضوع برام جذاب و جذابتر شد که در کنار هم گذاشتن این داده ها چه تصویری به ما میده. این سوال حاوی یک نمودار هم هست، اگه محبت کنید رو نمایش بدین. بله، بله. شما میتونید در این مسیر ببینید که ما حضور زنانمون در حوزه داستان دیر رخ داده و رفته رفته پررنگتر شده. یعنی حضور مردان در این حوزه بیشتر بوده، درصد قابل توجهی بیشتر بوده. از دهه‌های پیشین تر ما داریم نویسندگانی که حضور پیدا کردن، اما حضور زنان رفته رفته جدی و جدیتر شده و امروزه آنچه که مشهوده و بسیار شگفتی داره اینه که حضور زنان از حضور مردان پررنگتره و از حیث
جزئیات این نظر ما موضوعات دقیق تری رو امروز دسترسی داریم که یکی از اون موضوعات برمیگرده به زنان نویسنده‌ای که در این حوزه تحصیلات آکادمی دارن. یک. دو، آنکه زنان حوزه ادبیات داستانی بیش از یک زبان بلدن و این تفاوت بسیار جدی داره با نویسندگان مرد. اگر ممکنه فروتن جان نمودار مشارکت زنان رو نشون بدید خیلی ممنون میشم. اولین نمودار هست. بله، نمودار رو بله، در روی همونطور که تو این نمودار مشهوده، حضور زنان، حضور پررنگ‌تر شدن زنان در جامعه ادبیات داستانی، حضور زنانی که تحصیلات عالیه دارن و سهمخواهی به شکلی میشه گفت در این حوزه و جدیت آنان در این حوزه خیلی مشهوده. خیلی متشکرم. مهاجرت و تبعید چه تأثیری بر روایت ادبیات داستانی گذاشته؟ اگر بخوام این موضوع رو در چند لایه توضیح بدم، لایه اول اینه که آیا مهاجرت سبب این می شده که نویسندگان ما از جهان و جهان داستانی به دور بیفتن؟ یک تصویریه که خب ما به دفعات از نویسندگان مختلف اینو شنیدیم که ریشه ما در فرهنگمونه، ریشه ما در زبانمونه و آیا این آسیب شناسی این موضوع میتونه به ما چه چیزی رو نمایش بده؟ این خلق من در غربت یک در واقع جمله تکرار شونده ایه که منی که در غربتم چقدر فاصله گرفتم. در نخست این بوده که نویسندگان ما چه پیش از این مجموعه آماری اصلا پس از مهاجرت توانستند متوجه روندها و رخدادهای جهانی بشن. چه بسا که خب ما هدایت هم اینجا داریم دیگه، چه در حین فراخواندن یادگیری در حوزه ادبیات، چه به خاطر چاپ کتاب پس از رفتن به هند. ولی جلوتر که میایم، اتفاق عجیبی که میفته اینه که این روند رو به صعودی میشه، بیشتر و بیشتر میشه. نویسندگانی که هی مهاجرتشون بیشتر شده و نه تنها نویسندگان، طبقات دیگر جامعه فارسی زبان، و انگار این یه بستری شده که اون من در غربت کمتر و کمتر بیان بشم و این من تنها تبدیل نشم به یه آدمی که احساس کنم هیچ محتوایی رو نمیتونم تولید کنم. ما خب امروزه جامعه، یعنی جمعیت بزرگتری از نویسندگان و مترجمانی داریم که آنان از کشور خارج شدن که به دو حالت تبدیل شده. یکی از آنها، یعنی یک دسته از آنها، دسته از نویسندگان و مترجمانی هستند که کوشیدن در همین حوزه بمانند و در زبان فارسی زیست کنند. نویسندگان و مترجمانی هستند که کوشیدن، ببخشید صدای من برمیگرده. دوم این که نویسندگان و مترجمانی هستن که پس از مهاجرت تلاش کردن خودشون رو نویسنده‌ای تلقی کنن که بخشی از جامعه جهانی هستن، بخش جامعه ادبیاتی هستن که متشکل از
انسان‌ها با زبان‌های متنوع‌تریه. این خودش یک اتفاق مهمی رو رقم زده. این ما رو نشانه ای از یک انسان متصله، یعنی یک انسانی که بیشتر میتونه امروزه متوجه این باشه که چه داستانی داره امروز به چاپ میرسه، چه داستانی میتونه مورد مخاطب مجلات قرار بگیره. و از حیث آسیب شناسی این دو رو ما میتونیم در این جامعه آماری ببینیم. این سوال هم اگر یه دونه تصویر ما داریم دربارش، اگر لطف کنید نشون بدیم. بله، اگه اسلاید رو لطف کنید نشون بدید. بله، باید قبلش به من بگین، برای اینکه من نمیدونم بله. چه موقعی باید نشون. الان میبینیم. نه خیر، این مال صفحه واتساپ. ببخشید مال من بود فکر کنم اومده. من چیکار کنم که نیاد؟ نه مال شما نیست. مال من بله نیست. درست شد. بله، درصد مهاجرت رو. خب این درصد مهاجرت رو به افزایش بوده، چه در مردان چه در زنان، و این از یک حیث به ما این فرصت رو داده که بیرون از حوزه سانسور بتونیم بنویسیم. یک وضع دیگری هم داشته که خب ما رو مواجه کرده به من در غربت. من در غربت رو در خودمون، در زندگیمون، در زیستمون، در جهانوارمون پیدا کنیم. بله. اینجا ما تعداد زنان و مردان رو هم میبینیم، نسبت زنان و مردان رو در نمودار شما. مردان 100%، زنان 80%. بله، ما افزایش مهاجرت مردان رو داریم و نسبت به جامعه زنان بیشتره. اما نکته بسیار مهم این قضیه اینه که ما با اینکه افزایش مردان در جامعه رو داریم، افزایش مهاجرت مردان رو داریم، ولی در جامعه‌ای که در جامعه نویسندگان زن یا مترجمان، آنانی که مهاجرت کردن و تطابق دادن زندگیشونو و تونستن به عنوان یک نویسنده نه تنها ایرانی خودشون رو معرفی کنن، اینجا خیلی بیشتره. خب ما اینجا نکته بسیار مهمی داریم دیگه. ما کتاب‌هایی رو که اگر بخوایم مد نظرمون قرار بدیم به عنوان کتاب‌هایی که امروزه به عنوان ادبیات فارسی، نویسنده فارسی که ادبیات داستانی رو تولید کرده ازش یاد کنیم، بی تردید در ابتدا با توجه به زمانبندی خانم آذر نفیسی رو داریم، لولیتا خانی در تهران. بعد کتاب خانم مرجان ساتراپی رو داریم، پرسپولیس، که نه تنها در میان علاقه‌مندان به ادبیات داستانی مورد استقبال قرار گرفته، بلکه در محیط آکادمی هم به جدی گرفته شدن. بله، خیلی ممنون. خب میرسیم به چالش هایی که در مسیر متصل شدن به ادبیات جهانی وجود داره چیا هستند آقای جلستانی؟ خب آنچه که من به عنوان یک دانشجوی این حوزه و علاقه‌مند این حوزه باهاش روبرو بودم، این بوده که ما به عنوان یک شخصی که تو این حوزه فعالیت میکنه چقدر جهان میدونیم و چقدر با تأخیر داریم دنیا رو دنبال میکنیم. این تأخیر رفته رفته روز به روز بیشتر شده. یه نکته بسیار مهمی وجود داره در این عرصه، اینه که نویسندگان حوزه ادبیات داستانی در نخست خودشون به زبان دیگری تسلط داشتن و بی واسطه میتونستن ادبیات رو دنبال کنن.
با افزایش کتاب‌های ترجمه انگار ما به یک توانمندی رسیدیم که این توانمندی سبب این شد که نویسندگان ما به قولی ترجمه خوان بشن. اینجا یکی از چالش هاست، چون ترجمه هایی که ما داریم پرسش برانگیزن. یک، فهم صحیح متن ابتدایی. دو، دستگاه عریض و طویل سانسور. و سه، ملغمه این دو به علت به چاپ رساندن آن نسخه نخست، مترجم آنچه را انتقال می دهد که قابل چاپ باشد. اینجا ما مثال های متعددی رو میتونیم داشته باشیم. من چند نمونه رو مثال میزنم. اگر به تاریخ ترجمه توجه کنید، ما در ابتدا ترجمه ها رو بومی سازی میکردیم. مثلا الکس و ماریا به سمت سندیگو حرکت میکردن، یک روز عاشقانه آفتابی رو داشتن. ترجمه فارسی. علی و فاطمه هنگام زیارت و پر از خوشی و ناخوشی به سمت حرم امام رضا میرفت. این ترجمه های بومی سازی شده بود در گام اول. در گام دوم دیگه اسم و منطقه و مسیر و حس و حال رو فقط تغییر نمیدادن، یکم رقیق تر میشد. نیاز داشت خواننده بیشتر تو متن بمونه که ما تجربه ذبیح‌الله منصوری رو داریم. اصل کتاب 100 صفحه است، ترجمهش 2 جلد شاید حتی، یا اصلا اصل کتاب وجود نداره ولی ترجمهش در ایران موجوده. بعدتر مواجه شدن با سانسور. مواجه شدن با سانسور و ترجمه این اتفاق رو رقم میزنه که افرادی که توانایی ترجمه رو دارن سوق پیدا کنن به چیزهایی که قابل ترجمه هست. و اگر خب لازم بود و دیدن که کل اثر اگر نمیتونه بیاد، از 10 چپتر بیان 9 چپترش رو برگردونیم، کماکان دسترسی ایجاد بشه، این کار رو میکنیم. و این خلط موضوع رو ایجاد میکرد. ما گاهی متنی رو به نظرمون خوانده بودیم ولی نخوانده بودیم، با یه فهم غلطی درکش کرده بودیم، تا اینکه بعدها با ترجمه هایی آشنا میشیم که اون ترجمه ها در جزئیات برای ما پرسش برانگیزن، مثل پیرمرد دریا و ترجمه نجف دریابندری. ما به دلیل اینکه میدونیم پیرمرد دریا رو خوندیم، به این حالت که فکر میکنیم او هم یکی است مثل ما در جنوب ایران، به جای اینکه متوجه یک دیگری بشیم بیرون از آنچه تا امروز دیده ایم، میگیم خب نه، این یکی از خودیهای خودمونه، ما میخوایم بهش نزدیکیم، ما میشناسیم آن جنوبی رو، ما میشناسیم و این خودش غریب میفته دوباره اینجا. در جلوتر ما ترجمه هایی داریم که در کلمه، فقط در یک کلمه گاهی اوقات مانور داده شده. چون اگر رابینسون کروزو رو به فارسی بخونید، وقتی رابینسون در جزیره میمانه و یک کپری برای خودش درست میکنه و کتابی رو در اونجا با خودش داره، کشتی آورده، در نسخه انگلیسی فقط بایبله، در نسخه فارسی کتاب مقدس و قرآنه. در لایه های بسیار زیرین تحول رخ داده و باز هم ما دچار خلط موضوعیم. پس اون چالشی که ازش صحبت میشه در اینجا میتونه خودش رو بروز بده. به عنوان یک نویسنده ایرانی ما احساس کردیم که خب به یک درجه رسیدیم، به یک بی‌نیازی رسیدیم، ما با جهان در ارتباطیم، ما از جهان میدانیم، ما خوانده ایم. بعد به پشتوانه این ترجمه ها محصولی به عنوان کتاب رو تولید میکنیم، وقتی برمیگرده به جامعه جهانی خوانده نمیشه، دیده نمیشه، حتی به چاپ نمیرسه.
و اینها نکاتی است که میشه در مجموعه این مصاحبه ها دید که چطور نویسندگان ما یه جایی به بعد زبان خارجی بلد نیستن و صرفاً ترجمه ها رو خوندن و با اینکه به قولی آموختن، فنون نوشتن رو آموختن و میدانند چگونه داستان بنویسن، از نظر محتوایی یک تأخیری بین محتوای آنها و جهان وجود داره. خیلی ممنون. فکر میکنید نسل جدید روند متفاوتی رو در پیش گرفته؟ خوشبختانه بله، به دلیل وجود اینترنت، به دلیل دانستن نویسندگان نسل جدید به دیگر زبانها و مشارکت آنها در جامعه جهانی، اتفاق بزرگی که داره رقم میخوره اینه که آنها نمیکوشند که یک نویسنده ایرانی باشند، آنها میکوشند یک نویسنده باشند مثل دیگه بقیه نویسنده ها، حالا وام میگیرن از فرهنگ خودشون. شما این سببش اینه که به نظر من ما این اقبال رو داشتیم در مخصوصا در میان زنان نویسنده که آنها وارد حوزه‌های آکادمی شدن، زبان دیگری رو بلدن. شما نگاه کنید اکثر مهمانان این برنامه بجز زبان فارسی زبان انگلیسی بلدن و بعضی ها بجز زبان انگلیسی زبان فرانسه رو هم بلدن و این نکته بسیار مهمیه. این تفاوتش با مردان جدیه. درسته که ما امروز نویسندگان مردی رو داریم که خب مثل امیر احمدی آریان که اینها کتابشون به زبان انگلیسی به چاپ رسیده، خودشون به زبان انگلیسی نوشتن، یا آقای شهریار مندنی پور حالا خودشون به زبان فارسی نوشتن، ترجمه شده کارشون و اینها به یک شکلی بخشی از جامعه جهانی شدن و این به نظر من بسیار ارزشمنده. خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای دبستانی. اینجا ما فکر میکنم یه اسلایدی هم بود که میشه نشون داد. فکر کنم برمیگرده به بخش زباندانی بله ما. بله بله. یعنی به روشنی نشون میده که نسبت زنان و مردان به چه شکل است، تسلط زنان به زبان نسبت به مردان. خیلی ممنون آقای دبستانی و برای این گفتگویی که ما رو از تعریف تاریخ شفاهی اوورد و این امید رو ایجاد کرد که ما میتونیم کاملا به نسل جوان که روند متفاوتی رو در پیش گرفته امیدوار باشیم. یعنی آینده روشنی برای ادبیات داستانی معاصر برای آینده هست. من مایلم اشاره کنم که کتاب آقای دبستانی تحت عنوان گفتگوی آرش دبستانی با نویسندگان و مترجمین توسط ایران آکادمیا به چاپ رسیده و دوستان علاقمند میتونن با ورود به سایت ایران آکادمیا این کتاب رو بهش دسترسی داشته باشن و حتی بخونن. خب اگر دوستانی سوالی دارند این الان قسمت مربوط به سوالات هست. ببخشید من یک تکمله اضافه کنم. بفرمایید. جلد اول این مجموعه به چاپ رسیده، ما الان در حال تهیه جلد دوم و دیگر مجلدین این مجموعه در حال تهیه است. یعنی خب یه پروسه‌ای داره، اینها باید تبدیل بشه به متن، بعد با خود نویسنده ها چک بشه که متن صحت و ساقش درسته، بعد میفرستیم برای ویرایش و یه مسیریه که زمان بره، ولی خوشبختانه جلد دوم این کتاب هم دیگه به قولی به انتها رسیده و
به زودی منتشر میشه. بسیار عالی، خیلی ممنون. دوستانی که سوال دارن، بله خانم روحی شیرانی پور بفرمید. میکروفونتون رو لطفاً باز کنید. معذرت میخوام. من در رابطه با ادبیات شفاهی میخواستم سوال کنم. در دنیایی که رسانه‌های دیجیتال جایگزین این دور همیه‌های سنتی شده، ادبیات شفاهی چه تغییری صورت گرفته کرده است؟ یعنی چه تغییراتی انجام شده در این مقایسه که دارم میکنم؟ آیا شبکه‌های اجتماعی میتونن کارکرد قصه های عامیانه گذشته رو داشته باشن؟ بعد سوال بعدی هم اینه که من فقط بکنم چرا روایت‌های شفاهی امروز همچنان مطرح هستن؟ این دو تا سوالی بود که اگر به درستی سوال شما رو متوجه شده باشم، اینه که به این موضوع باید توجه داشته باشیم که در ایران مکتوب شدن خیلی دیر رخ داده، به ثبت رساندن خیلی دیر رخ داده. ما حتی تاریخ گذشته خودمون رو هم به مثابه همسایگانمون میشناسیم، حالا از دورتر بیایم به نزدیک. و البته که اینجا جای بررسیش نیست و من هم سوادش رو ندارم، ولی آنچه که امروزه هست اینه که ما دوچار که نیستیم، ما یک فرهنگ متفاوتی داریم. ما عادت نداشتیم که ثبت کنیم رخدادهامونو. این رخدادها همیشه خیلی تصادفی به ما رسیده. خیلی حالا انگشت شمار افرادی بودن که شروع کردن مثلا اتوبیوگرافی نوشتن، خود زندگی نامه نوشتن، ولی وقتی که اینها وجود نداره ما مجبور میشیم که راه بیفتیم و اینها رو ثبت کنیم. تکنولوژی تأثیری در این امر گذاشته، بی تردید خیلی زیاد. من این جامعه 50 نفره رو اگه معیار قرار بدم و اگه بخوایم روی نقشه جغرافیا نشانه گذاری کنیم، من بی تردید باید سفرهای زیادی میکردم و نیاز داشتم به یک حمایت جدیتری. ولی خب به پشتوانه تکنولوژی، به پشتوانه حتی سوشال مدیا، این فرصت رو داشتم که مهمانان این برنامه رو تا حدی راحت‌تر پیدا کنم، به سادگی بتونم از یک جای دیگه به یک جای دیگه وصل بشم، باهاشون صحبت کنم. و به نظرم سوشال مدیا و دیگر مسائلی که امروزه ما در دسترسمون هستن به من فرصت رو داد که مخاطب پیدا کنم و این نکته بسیار مهمی بوده برای من بتونم با کمترین امکانات به عنوان دانشجو این کار من آغاز کردم. از سال 2018 این برنامه آغاز شده، الان قریب 8 ساله که داره انجام میشه و من نه هیچ وقت انتفاعی که تو این برنامه برای من نبوده و تونستم ولی این مسئله رو ادامه بدم. ممنون. آقای ممنون. آقای کت خدایی سوال دارن. با سلام. شاید بیشتر از یک سواله، حالا کدومشون مهمتره. یکی این که دوست داشتم بدونم چند تا مصاحبه انجام دادید
بعد از اون گذشته شما ببینید مسائل و مشکلات ما با غرب فرق میکنه. یه سری چیزهایی که برای ما خیلی اساسیه دربارش بنویسیم، مثلا سنگسار زنان فرض کن یا یه همچی چیزهای، اینا پشت سر گذاشتن. یه وقتایی البته بستگی داره به نوعی که طرف می نویسه، ولی خب در کل مشکلات جامعه ما با اینا فرق میکنه و بسیاری از نویسندگان ما، شاید بیشترشون اونایی که به خارج اومدن، هنوز ذهنیتشون در ایران و مسائل ایرانه. این چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این نویسندگی به طور کلی؟ بعد مثلا تنهایی یک موضوع بسیار مهم تو غرب، ولی نویسنده‌ای که تو ایرانه فکر نمی کنم زیاد با این موضوع حداقل به شکلی که در غرب مطرحه باهاش مواجه باشه. و بعد یه سری نویسنده داریم که با این که سالهاست در غرب زندگی میکنن، هنوز اون مسائلی که ذهنشون رو اشغال کرده و ناچار به نوشتنشون میکنه چیزایی که تو ایران میگذره و که خود اینها هم جای بحث داره، چون اینها دیگه اون رابطه فعال و غیر و مستقیم رو با ایرانیان ندارن. خلاصه خب تو همینجا بحث تا بعد ببینیم وقت اگه داشتیم مسائل دیگه هم هست مطرح میکنم. من امیدوارم که سوالی جا نندازم. تا امروز 60 نفر در این برنامه حضور پیدا کردن. 50 برنامه آماده سازی شده، 49 تاش پخش شده. بعد اینکه ما مسائل متفاوتی داریم، هر جامعه مسائل متفاوت خودشو داره. موضوع چندان میتونه متنوع باشه از هر جامعه‌ای. مهم شیوه ارائه است، مهم فرم ارائه است. ما تمرینی باید داشته باشیم که چگونه خود رو از بیرون ببینیم. ما اگر این تمرین رو با خودمون داشته باشیم که مشاهده‌گر اعمال خودمون باشیم، متوجه میشیم که چگونه این رو برای دیگران توضیح بدیم. اگر متوجه این نباشیم، نمیتونیم برای دیگران هم به درستی توضیحش بدیم. مشکل ما در مرحله دومه، نه اینکه ما مثلا به قول شما سنگسار داریم. این موضوع منتج به ایران نمیشه. فقط ما کشورهایی رو داریم که اتفاقاتی مثل زنسوزی رو دارن، مثل جادوگر نامیدن زنان رو دارن، ولی اونها تونستن در ادبیات جهانی راه پیدا کنن. ولی پس آیا موضوع اونها موضوع مشابهی با غرب نیست؟ خب 100% ما در غرب زنسوزی نداریم. موضوع پس خود موضوع نیست، موضوع شیوه بیان، توانایی ارائه است. متاسفانه ما در یه جایی دچار فرم زدگی شدیم. اون فرم زدگی در زبان رخ داده. وقتی اثر ترجمه میشه محتوای خاصی نداره، بیشتر یک نوع فرمه. اما اگر که ما بتونیم بیان صحیحی داشته باشیم از خودمون، من تردیدی ندارم که این اتفاق هم افتاده در جاهایی و تونستیم با جهان ارتباط برقرار. اگر سوالی جا انداختم محبت کنید دوباره بگید. نمیدونم الان میتونم یه در همین رابطه سوال دیگه بکنم یا باید نوبت بدم به کسی دیگه؟ اگر اجازه بدید اونایی که سوال کردن جواب بدم، بعد دوباره برمیگردیم دوباره به شما آقای کدخدایی. خیلی متشکرم. آقای عنایت فاینی بفرمایید. خیلی ممنون راست جان از صحبت‌های بسیار آگاهی بخشت. من شما در سوالی که هایدی از شما کرد در مورد چالش ها اشاره کردید و عمدتاً تاکید کردین روی ترجمه و در ترجمه هم در مورد بومی سازی بیشتر صحبت کردین و
مثالهای خیلی حیرت انگیزی هم دادین تو این زمینه. من یک سوال تو در توی میکنم و خیلی سعی میکنم سریع باشم که وقتی یاد نگیرم. یکی این که از کی اصولا این بومی سازی ترجمه در ایران شروع شد و چطور بومی سازی رو بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چطور میشه مقایسه کرد تو این زمینه ها؟ بدتر شد یا بهتر شد یا به چه شکل به هر حال مسئله بومی سازی اگه حل شده به چه شکل حل شده؟ در نتیجه همونطور که گفتم بیشتر این جواب شما به چالش بیشتر در زمینه ترجمه بود. حالا سوال دیگه اینه که چالش در زمینه تألیف چیه از نظر شما؟ چه بوده؟ خیلی ممنون قفانی عزیز. عرضم به حضورتون که خب ما ببینیم که اول که ترجمه میشد در ابتدا یا اول یک کاری که تألیف میشد در ابتدا در فرهنگ ما چگونه خوانده میشد. با توجه به جامعه آماری که ما امروز داریم، ایران میزان مردم باسواد درصدی زیر 10% بوده در ابتداهای ترجمه ها در قرن 14. پس چگونه اینها خوانده میشد؟ یعنی کتاب خود ترجمه شده رو میدادن دست یک آدم باسواد، این میومد در جایی مینشست و برای دیگه به زبان ساده تری دوباره تعریفش میکرد. یعنی 2 بار این انتقال رخ میداد، دو پله داشت. قطع ارتباط ما با جهان پیرامونمون و نقطه اتصالش در زمانه قاجار نقطه مهمیه، جایی که ما متوجه این میشیم که از بیرون به چه شکلی هستیم از بیرون و سعی میکنیم خودمون رو متصل کنیم و اونجا ترجمه ها آغاز میشه. من نیاز دارم قدری به این سوال بیشتر بپردازم. ببخشید اگر که وقت داشته باشم خیلی خوب میشه. ما حتی پیش از این دوران هم در امر ترجمه امر زبانبازی رو داشتیم. من زبانبازی رو به این امر میارم که پیش از این که مهم باشه خود اصل مطلب چیست، برای ما مهم بوده که توان من مترجم چیست یا خرد من مترجم چیست که لودمنه یکی از نکات برجسته این قصه است. و ما اصلش رو اگر که امروزه به زبان فارسی برگردونده شده تبرک کنید، امر خواندنی و خیلی زبان ساده ای داره. آنچه که نصرالله منشی برگردانده که ما سالها دیکتش میکردیم و سعی میکردیم از او بیاموزیم، چندان رابطه مستقیمی با اصل مطلب نداره. یعنی ما بیشتر از حیث آموختن کلمات و رجستر زبانی به اون مراجعت میکردیم. یک پرشی بکنیم به زمانه پیش از انقلاب. پیش از انقلاب در امر ترجمه ما قدری دستمون بازتر بوده، اون تیر سانسور متفاوت عمل میکرده و ترجمه یک بحران دیگه ای رو از سر میگذرونده، اون هم حزبیگرایی بوده. مترجمین ما از حیث نقطه نظر سیاسی خودشون کتب رو برمیگردوندن و حتی تا جایی ما ناظر بر این هستیم که این آثار ترجمه آنچنان که باید و شاید با اصل مطلب فاصله داره و جد به جد فاصله داره. اما پس از انقلاب چه رخ میده؟ پس از انقلاب اون حزبیگرایی کمرنگ میشه و آنچه رقم میخوره از حیث ترجمه اگر نخوام بگم فاجعه است، کلمه بهتری براش پیدا نمی‌کنم. چون کتابی که ترجمه میشه هر چند خیلی متنوع تر میشه، اما بلایی که سانسور سرشون میاره تبدیلش میکنه به یه فرمی که اون فرم قابل قبول اون رژیم در واقع توتالیتره. چرا برای ما این اهمیت داره؟ چرا
موضوعیت پیدا میکنه برای ما، به خاطری که در مقابل اون معمولا جوامع توتالیتر یک شعار سازی میکنن و یکی از اون مثالاش اینه که مثلا سانسور باعث خلاقیت میشه و از حیث اشاره کردن به چیز دیگری و حواس پرت کردن اصل موضوع کارکرد صحیح هم داره دیگه. ما این رو بارها و دفعات از آدم ها میشنویم که آره سانسور سبب این میشه که یه سری خلاقیت ها در نویسنده ایجاد میشه. شاید در بعضی ها شده، ولی اگر این عمل کرد درست بود ما باید امروز در صدر قصه نشسته بودیم، نه در فرش قصه. پس وقتی ما در صدر قصه نیستیم، پس این یک شعار تو خالی بیش نیست. دوم اون که این خلاقیت من هم تا یه حدی قبول دارم در حوزه زبان اتفاق افتاده. نویسنده برای اینکه بتونه از سد ترجمه بگذره چنان حرکاتی در زبان میزنه که اون زبانه رو فقط خودش شاید بفهمه. وقتی ترجمه میشه یک چیز گنگیه، بسیار چیز گنگیه و برای اون کسی که در جای دیگری نشسته قابل فهم نیست. این پیشا و پسا انقلاب. من فکر کنم سوال دوم شما رو یادم رفت. سوال دومم این بود که اون چالش هایی بود که در زمینه ترجمه بود، در زمینه تألیف چه چالش هایی؟ خب یک صفحه دیگه بازم باید اونی هم که تألیف میکرده میومده تو همون صفحه سانسور وای میستاده. در حوزه ادبیات داستانی ما دو تا نهله مشخص داریم، ساختارگراها و فرمگراها. فرمگراها یک فاصله با روند حالا تبلیغ شده حکومتی دارن معمولا. ساختارگراها یک هدفی دارن، انتقال پیام دارن. در فرمگراها خب اون اتفاق افتاده دیگه، یعنی تا یه جایی اون فرم زیبایی خودش رو در زبان حفظ کرده ولی قابل ترجمه نیست و گاهی اوقات اصلا موضوع اصلی خلط شده، مفهوم اصلی گم شده. در ساختارگراها که عنایت دارن به انتقال پیام، خب اون پیامه هم تا یه جایی برای ما میتونسته جذاب باشه. تاریخ مصرف داره، نمونهش رو در آقای دولت‌آبادی میبینیم. انتقال پیامه میچربه به اصل موضوع گم میشه. یعنی اون پیامه است که مهمه، اون حفظ واژگان اون خطه است که مهمه. چه بسا که داستان نویس داستانش مهمه، چه بسا که داستان نویس خلق دیگری برای ما مهمه، دیگری که باعث بشه ما از قبل اون بتونیم یک فهم چندگانه، یک چند صدایی رو در جامعه داشته باشیم. ولی خب اگر ما قرار باشه که مبلغ این باشیم که اون پروتاگونیستمون، اون قهرمانمون مثلا بره، مثلا بره ژاندارمری رو آتیش بزنه، این پیامه میچربه به این که داستان چی باشه. اون مهم اون انتقال است. در فرمگراها هم معضل دیگری وجود داره که اون معضل برمیگرده که در شعر ما هم نهفته است دیگه. ما تا نزدیکی های نیما این معضل رو داشتیم دیگه، اینکه واژه‌آراییه میچربیده، اینکه مثلا یه خط فرانسه بنویسیم، یه خط عربی بنویسیم، یه خط انگلیسی، یه خط فارسی میچربیده. اینکه نمیدونم اینو تا بزنیم شعرها یه جوری لابلای هم رد بشه مثلا، این مهم بوده. و آنچه در هر دوی این دو از دست رفته روایت حاکی بر اینه که ما بتوانیم در روایتی روشن دیگری را ببینیم که آن دیگری را حتی نپسندیم. یک موجود داستانی باشه که نپسندیم
و اون موج داستانی در داستانهای ما وجود داشته باشه. من اگه یک مثال کلاسیک بخوام بزنم، شما در آثار تولستوی تعداد شخصیت ها بیشمارند ولی یک تک صدایی در اون شخصیت ها هست. در مقابل شما داستایوفسکی رو دارین، 4 تا شخصیت هم شاید بیشتر خلق نکنه ولی یه شخصیت شبیه حتی به خود داستایوفسکی شاید فکر کنه، یه شخصیت به هیچ نظر شبیه داستایوفسکی فکر نمیکنه و شما یک چند صدایی رو در اثر خلق میکنید. امیدوارم که تونسته باشم جواب بدم. بسیار عالی، خیلی ممنون. خانم شقگوری لطفا سوالتون رو مطرح کن. با سلام به همگی و آقای دبستانی، چقدر قشنگ صحبت کردین. درستش من یه چیزی که برام مهم بود، شما تو صحبتاتون فهمیدین که این یه تأخیری وجود داره بین نویسنده ایرانی و درکش نسبت به جهان. اگر من درست متوجه شده باشم، من اینطوری متوجه شدم که یعنی یک محدودیتی در فهم نویسنده ایرانی نسبت به جهانش وجود داره. اگر این فهم من درست باشه، من یک چیز دیگه ای رو اینجا میبینم، حالا به غیر از مسئله ترجمه. از نظر فرهنگی رشد فردیت در ایران خیلی ضعیفه. یعنی همین الان که مثلا رسانه ها اومدن مثل فیسبوک، حالا اینستاگرام، یک اجازه رشد فردیت داده شده، خصوصا به زنها که خودشون رو مطرح کنن با نوشتن 4 تا چیز و دیده بشن، از دیده شدن نترسن. چون من یادمه در زمان ما اگه ما زیاد میگفتیم من، میگفتن چته؟ هی من میکنی. یعنی همیشه یک من در جمع بود که معنا پیدا میکرد. برای همین میخواستم ازتون بپرسم آیا فکر میکنین که این مسئله عدم رشد فردیت هم تأثیر داره در این عدم جهانی شدن؟ داستان اگر برگردیم به اندیشه نخستش، اینکه چگونه از بیرون خودم را مشاهده کنم و خودم را در مقابل دیگری ببینم و آن را به درستی تعریف کنم. حالا درستی اینجا منظورم صرفاً صراحته، صرفاً صداقته. پس نیازمنده اینه که من اول خودم را بشناسم و خودم را در مقابل دیگری بشناسم. مثل شما اگه بخواین یه فیل رو بشناسین به چه ابعادیه، بهتر برین کنارش بیسین عکس بندازین ببینید کی نسبت به کی بزرگتره. این اون بخش اهمیت دار داستانه. داستان تا زمانی که نکوشه هر فردی رو که هر چند میتونه محجور واقع شده باشه نمایش بده، در حقیقت داره سریدوزی میکنه. داستان آنجایی خوش میدرخشه که به قول یکی از دوستان که پرسیدن آیا دغدغه ما با غرب فرق میکنه، از این اندیشه ما فاصله بگیریم. مایی وجود نداره، منه. ما وقتی خودمون رو یک اندازه و به یک شکل متحدالشکل ببینیم، نمیتونیم اثری تولید کنیم که دیگران بخونن. ما باید بتونیم به یک شکلی، حتی اگر سعی کنم شعاریش نکنم، به یک شکلی منعکس کننده تجربه فردی خودمون باشیم، نه منعکس کننده وضعیت جمعیمون باشیم. اون دقیقاً تفاوت تک صدایی و چند صداییه. اصلا اهمیت نداره چه تعداد انسان روی استیج وایسن و با هم ساز بزنن، شاید همشون دارن یه نوتو میزنن. اهمیت اینه که هر یکی از اون سازها بتونه نقش آفرینی کنه که ما امروزش میگیم سمفونی. چون علت این که به موسیقی اشاره میکنم اینه که اصلا ابتدای این اندیشه از موسیقی میاد، چند صدایی و تک صدایی و چند صدایی. ما باید بتونیم چند صدایی رو فراهم کنیم و اگه فراهم کنیم اون تأخیره به این میره. ما سعی میکنیم خب وقتی انقدر نیازمند ترجمه هستیم، شما اگه دقت کنید بعضیا
میگن که ترجمه های فلانی خوبه. پس تا زمانی که فلانی ترجمه کنه ما میخونیم دیگه، ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم که. شاید فلانی علاقه خاصی داشته باشه به یه سری کتاب‌ها، شاید به یه سری کتاب‌ها خب علاقه نداشته باشه، چه بسا که اینطور هم هست، طبیعت دیگه. ما پس تا زمانی که مترجم چراغدارمون باشه مسیر رو طی می‌کنیم، تا زمانی که لطف داشته باشه. و اگر این لطف شامل حالمون هم نشه، ته تهش میخوایم به کجا برسیم؟ اونجایی که مترجم میخواد برسه. خب این باز تأخیر ایجاد میکنه دیگه. یه مثالی خدمتتون عرض کنم. شما وقتی که تو ایران میگن داستان کوتاه، منظور 2-3 صفحه است، نه 10 صفحه است. وقتی تو نیویورکر میگین داستان کوتاه، منظور 20 صفحه است. پس شما چجوری میخواین داستانتون بفرستین نیویورکر چاپ کنه؟ وقتی بفرستین تو یه بخش دیگه دسته‌بندی میشه. شما اگه ندونی پریس ریویو داستان چاپ میکنه تو چند صفحه، چجوری میخوای براش داستان بفرستی؟ خب نمیتونی، مشارکتت همیشه وقفه داره دیگه. باید وایسی مترجمه بره پریس ریویو سال 2000 رو بخونه، سیاست‌های اون روز سردبیری پریس ریویو رو بخونه، اونا رو برای ما ترجمه کنه، بعد شما بشینید تازه وایسی اینا تاثیر بذاره رو شما دیگه. شما که میخونی که همون لحظه نشون نمیده که، به مرور زمان تو کار شما اثر میذاره. مثلا یه نویسنده پرطرفدار، حالا پرخواننده ایرانی امریکایی که تو ایران هست، بوکوفسکیه. بوکوفسکی چقدر هم روی نویسنده های ایرانی تاثیر گذاشته. خب امروزه که بوکوفسکی نمیخونن تو امریکا. امروز از اون شیوه روایت ما کیلومترها فاصله داریم. یا ریموند کارور مثلا، من مثلا مثال های عینی تری میزنم. ریموند کارور نویسنده خیلی قابل اهمیته، ولی از ریموند کارور تا امروز خیلی نویسنده اومده که ما نمیشناسیم. تازه این متاسفانه افسوس که ما همیشه این دعوی رو داریم که ما همه چیز از دنیا رو هم میدونیم. شما یه نویسنده امریکایی امکان داره مثلا بگیم که در حالی که شرکت فضایی هوش مصنوعی اسپیس ایکس ارزشی مثلا امکان داره نویسنده امریکایی هیچ همه آثار ایتالیایی، آلمانی ها، فرانسوی ها، بلژیکی ها، هلندی ها رو نخونده باشه. بله، من به دفعات این رو باش مواجه شدم. من مثلا به عنوان نویسنده‌ای که فارسی میخوندم و میخونم، هم هلندی خوندم، هم آفریقایی خوندم، هم بلژیکی خوندم، ولی اگه قرار بود همه اینها میتونست ثمر داشته باشه، ما باید امروز شکوفش رو میدیدیم. اگه نمیبینیم باید بهش دوباره نگاه کنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم شریفیان بفرمایید. میکروفونتون لطفاً باز کنید. خیلی متشکرم، خیلی هم لذت بردم از صحبت‌های شما. من میخواستم، شما راجع به شفاهی بودن این برنامه صحبت کردین و بعداً هم راجع به کتابی که قرار منتشر بشه. کاملا برای من روشن نبود که آیا متن شفاهی این صحبت‌های شما جایی هست و میشه به اون دسترسی پیدا کرد، و یا اینکه فقط اون مطالب رو به صورت مکتوب در آوردین و کتاب کردین. من اگه درست فهمیده باشم سوال شما رو، این یک پادکست بوده در نخست، بله. بعد این مصاحبه ها مکتوب شده، جلد اولش حدوداً سال گذشته منتشر شده، مجلدین دیگرش در حال انتشاره. پس من خیلی دیر به این چیزا رسیدم. خیلی ممنون، مرسی. بعد برم دنبالش. و ناشر این مجموعه هم ایران آکادمی است. بله، مرسی. خواهش می‌کنم. خانم همیرا احمدیان بفرمایید. با تشکر از برگزاری این جلسه، سوال من جناب دبستانی این هست که چرا فکر میکنید در بخش بزرگی از ادبیات داستانی فارسی
رنج بیشتر از کنش روایت پیدا میکنه. فکر کنم یه خورده به سنت ادبیمون اشاره کردین. آیا فقط همون سنت ادبیمونه تا به خاطر شرایط تاریخی و اجتماعی مونه؟ و حالا نویسنده امروز چطور میتونه از مرگ، مهاجرت، سرکوب یا خشونت بنویسه بدون اینکه خواننده فقط با سوگواری و احساس ترحم روبرو بشه؟ این سوال مهمه، چون توی نوشته‌های خودم خیلی باهاش مواجه میشم. وقتی میخونم میبینم که این یکی از نقطه ضعفامه. و سوال دیگه اینه که اگر بخوام که با آثار خود شما شروع کنم، داستان‌های کوتاه، به ترتیب چه کتابایی رو بخونم؟ خیلی متشکرم. اون سوال دومی خیلی تبلیغاتی میشه، ولی من حتما خدمتتون سعی میکنم جواب بدم. من سوال اولتون رو من خیلی دوست داشتم، ممنون، واقعا سوال خوبیه. من با اجازه آقای فانی که اینجا تشریف دارن اشاره میکنم به مصاحبه‌ای که با خود ایشون انجام شده بود. ایشون در مصاحبهشون به نکته اشاره کردن و واژه ملانکونی رو استفاده کردن و اون موقع من احساس کردم پس من تنها نیستم. حقیقتش اینه که این سنت قدمایی ماه، یعنی ما یک جوری در حزن آمیز بودن، درگیر انگار از رنج لذت بردن، بخش جدی از فرهنگ موسیقیاییمون، ادبیاتمون، علل خصوص شعرمون هستیم. و این من نمیدونم، یعنی سوادشو ندارم حقیقتش بخوام بگم چرایی هاشو نمیدونم. هزاران علت تاریخی، جغرافیایی شاید وجود داره، سیاسی وجود داره. من فقط میدونم این هست. میدونم که پس از مهاجرت من یه استادی داشتم به نام خانم هنا تینتی. ایشون سردبیر مجله وان استوری در نیویورک. بعد یکی از تمارینی که ایشون انجام میداد این بودش که از دیگر حضار جمع میپرسید این داستان چه کلماتی توش به نظر شما هست که احساس شما رو منعکس میکنه. و من به چند دفعه کلمه ملانکولی رو میشنیدم. بعد متوجه شدم که بدون اینکه من بدانم این با من هست. خب شما الان چه اتفاقی برای من افتاده؟ من وقتی در میان همه، به قول معروف، اگه ملانکونی عنصر باشه، در میان همه ملانکونی ها می بودم، هیچ وقت متوجه این نمی شدم که چیزهای دیگری هم هست که می توانم بهش بنگرم و بیاندیشم. وقتی فاصله گرفتم از نگاه دیگران، این به قول معروف این طلایه نگاه من بوده. بعد حالا بهش آگاه شدم و چون آگاه شدم جالب آن که ازش فاصله گرفتم. و فکر میکنم ما نیاز داریم که اتفاقا اگه در تقابل ملانکونی، نمیتونم بگم منطق یا بگم اندیشه محور بودن، ولی چیزی که باعث بشه بتونیم جور دیگری عشق را تعریف کنیم، شاید بتونیم در آثارمون ملانکونی هم داشته باشیم و چیزهای دیگر رو هم بتوانیم خلق کنیم. همه در واقع پروتاگونیست هامون، همه اون شخصیت های اولمون فقط به این شکل عاشق نشن. سوال دومتون که چه مجموعی از من بخون، به ترتیب چه جوری بخونید، خیلی معمولا آخرین دستپخت آدم شاید بهتر باشه. من پیشنهاد کنم آخرین کارمو بخونم. خیلی متشکرم. آقای جلال بفرمید. سلام عرض میکنم. ضمن عرض تشکر بابت همه زحماتی که در حوزه ادبیات داریم میکشین، قدردانی میکنم در جایگاه خودم. سوالی که داشتم این بود، با توجه به اینکه میدونم طبعا کار بسیار بزرگی انجام دادید توی این مصاحبه هایی که با 60 نفر، خب کار بزرگیه، کم نیست، کلی زمان میبره و انرژی و خب طبیعیه که خیلی هم
داستان داشته پشتش. فقط چیزی که برای من سواله، حالا بذار نتیجهش رو من اینجوری مطرح بکنم. دلیل اینکه این سوال دارم میپرسم، میخوام ببینم چقدر برای من قابل استناد هست مصاحبه هایی که شده و حرفایی که گفته شده. حالا سوالم اینه که آیا آدم هایی که با شما مصاحبه داشتید باشون سلکشن بودن یا نه؟ یعنی همه از موج فکری خاصی تبعیت میکنن یا نه آدم های مخالف موافق؟ آیا این آزادی وجود داشته آدمی که فرض کنید با نظام هم هست بتونه حرفشو بزنه به هر دلیلی؟ دوم این که آدم هایی که با توجه به شرایط موجود این سالها که نه سال 1 سال 2 سال 5 سال اخیر 47 سال اخیر، آیا این آدم ها با توجه به محدودیت هایی که داشتن میتونستن خود واقعیشون باشن تو مصاحبه؟ آیا تفاوتی بین خودشون و نوشته هاشون دیدید یا نه؟ ما که هنوز نخوندیم و خب شما اطلاعات دقیق تری دارید از خودشون و نوشته هاشون. آیا این تفاوت درشون دیدید یا نه؟ مرسی. متشکرم از سوالتون. بخش اول این که من از کسی نمیپرسم شما به کدوم نهله فکری برمیگردید و اگه شما این مجموعه رو ببینید مشهود بر آن هست که آدم ها از عقاید متفاوتی حاضرن و هرگز به خاطر اینکه نکته مهمی در این سوال هست. نکتهش اینه که من قصد این رو نداشتم که اون لحظه مثلا درباره موضوع روز صحبت کنم و شاید این کمک کرده که مهمان برنامه هم تلاشی به فاصله گذاری نداشته باشه. موضوع دومی که من یک گردآورندم در این مجموعه. بی تردید پژوهشگران می توانند از این داده ها به شکل‌های مختلفی استفاده کنند. من صرفاً یک گردآورندم و در جاهایی اگه که نظری میدم صرفاً شاید سوال مثلا برای خودم هم بوده، ولی نه، من سعی کردم که شنونده باشم. شما اگر که مصاحبه آقای اکبر سردوزامی رو بشنوین، ایشون به صراحت به من میگه که من اگه قرار جایی حذف بشه و فکر میکنی من جملاتم جملاتیه که نمیپسندی، همین الان قطع کن. و من همین جمله رو دارم تو مصاحبه، چون ایشون باور بر رعایت کلمات ندارن و من هم فقط در ابتدای برنامه گفتم که خب این برنامه مناسب مثلا کودکان نیست، فراتر نرفتم. ولی برام اهمیتش این بوده که اتفاق بیفته. مشکل جدیتر من این نهله های فکری نبوده، مشکل جدیتر من پیدا کردن افراد بوده و این خیلی زمان برده. یا گاهی اوقات هزار افسوس که من جاهایی این اتفاق تلخ افتاده که زمانی به اون نویسنده رسیدم که ایشون دیگه به دلیل کهولت توان صحبت کردن نداشتن یا به دلیل بیماری صحبت نمی‌کردن و این خب خیلی ناراحت کننده بوده. یا حتی مثالی هست که من با فردی تو این برنامه مصاحبه کردم بدون ذکر نام که من نخست 5 سال پیش با ایشون قرار گذاشتم، ایشون نیومدن. بعد 3 ماه بعد با هم قرار گذاشتیم، ایشون نیومدن دیگه. ایشون جواب من رو ندادن تا 4 سال بعد. ایشون با من قرار گذاشتن، دوباره نیومدن. بعد حالا ته قصه این که بار 5م ایشون حضور پیدا کردن. من موضوع رو شخصی ندیدم که احساس کنم که خب به من داره توهین میشه، مگه زمان من اهمیت نداره. خیلی کوشیدم که این فاصله گذاری رو انجام بدم. این برنامه رو من گردآوری میکنم، کسی به من توهین نمیکنه، کسی من رو طرف حساب قرار نمیده
و اینجوری خیلی راحت تر رفت جلو. جاهایی که حتی مورد مثلا عنایت دوستان قرار گرفتم، ولی بیشتر قصدم این بوده که مصاحبه رخ بده و تمرین خوبی هم برای خودم بوده دیگه. تمرین خوبی هم بوده، دامنه تحملمو بلندتر گرفتم. آقای کت خدایی، الان شما میتونید مجددا بقیه سوالایی که دارید رو مطرح بفرمایید. بله ممنون. ببینید در رابطه با غرب خب یه موضوعی هست. میدونیم فروش برای ناشر بسیار مهمه و روی این حساب میکنن و معمولا سعی میکنن از خارجی ها چیزهایی رو که کنجکاوی خوانندگانشون رو در واقع برآورده کنه اونها رو منتشر کنن و چاپ کنن و تا جایی که من دیدم بیشتر آثاری که حتی از نه تنها نویسندگان ایرانی، نویسندگانی مثل سوری ها، عراقی ها اینجا هست، بعضیشون خیلی هم پرفروش بودن. یک از زنها بوده، دو به مسائلی پرداخته که عقب ماندگی این جوامع رو نشون میده و در واقع باعث میشه خواننده اروپایی یک جوری خودشو در سطح بالاتری ببینه. خب این یه مشکلیه که نمیدونم شما چقدر اینو دیدید و آیا در مصاحباتون مطرح شده یا نه؟ من با شما هم نظر نیستم. من غرب رو یک پارچه نمیبینم. قطعا نیست. بله، یعنی به نظر من یک پارچگی وجود نداره و به نظر من ما با ناشرین متنوعی روبرو هستیم. بله من هم نظر هستم با شما، اونها دوست دارن کاری رو چاپ کنن که فروش بره، ولی با شما هم نظر نیستم که اونها دوست دارن کتابی رو به فروش برسن. یعنی آن غرب یک دست نشسته که ما رو مثلا یک دست نشون بده ما موجودات عقب مانده‌ای هستیم. نمیتونم هم نظر باشم چون البته آثار من خیلی نگفتم متنوعی یک دست، هستن. میبخشید نگفتم یک دست، بلکه به طور عمده در واقع همین جنرالایز کردن دیگه. شما میگین غرب یعنی یه چیزیه که یه بخشی از جهان میشه اون. من موافق اون نیستم. مثالهای متنوع‌تری تو این موضوع میبینم، آثاری میبینم که چاپ میشه که اون آثار متنوع‌تر داره عمل میکنه. بله ما اگر که بتوانیم چیزهایی را فرهنگ خودمون نمایش بدیم که آنها کمتر میشناسند، مورد استقبال بیشتری هم قرار میگیریم. ولی آیا این تنها و تنها نکته‌ای میتونیم؟ ما شاید در حوزه داستان پردازی و داستانگویی شاید در اونجا هم دچار یک مشکلی هستیم که اکتفا کنیم به موضوع. ولی کماکان که امروزه ما قصه هایی رو میخونیم تو مجلات، توی در حد داستان کوتاه، در حد نان فیکشن، که اینها صرفاً ما رو انسان‌های عقب مونده هم نشون نمیدن. ولی شما به این موضوع هم توجه کنید که چند درصد از دانشجویان ایرانی خارج از کشور ادبیات اصلا میخونن. من توی برکلی تنها دانشجوی ادبیات انگلیسی دپارتمان برکلی بودم. من در NYU تنها دانشجوی ادبیات نویسندگی خلاق بودم تو اون دوره. البته سال بالایی من خوشبختانه کسانی دیگه، یک آقای ایرانی دیگه هم بود که 2-3 سال قبل‌تر فارغ التحصیل شده بود. چقدر ما توی دپارتمان ها هستیم، چقدر اصلا ما حضور جدی داریم، چقدر تو دپارتمان مکانیک هستیم، چقدر تو دپارتمان های برق هستیم.
اگر ما حضورمون کم رنگ هست که هست، جای مهمتریه که ما باید به نظرم بهش توجه کنیم. برای همینه که شاید شما میگین از زنان بیشتر چاپ میکنن، ولی من میگم شما هم دوره خانم بالفرض سیمین دانشور تحصیل کرده حوزه ادبی داستانی، چند تا مرد میشناسیم؟ الان چند تا زن میشناسیم که ادبیات داستانی خوندن؟ زنان چند تا مرد میشناسیم؟ طبق نموداری که هم نمایش داده شد، حضور زنان در صرف این که حالا جنسیت زنان دارن به علت حضورشون نیست. نه، به نظر من علت میتونه هم باشه، ولی به نظر من موضوع مهمتر اینه که زنان ما خب چند تا زبان بلدن، مردان ما فقط زبان فارسی بلدن. ببین منظور من بیشتر پذیرش ادبیاتی هست که ادبیات ما از طرف غربی هاست و زنها چون موضوع همین که قطعا زن ایرانی که می نویسه، قطعا که نمیتونم بگم چون حوزه ادبیات خیلی گسترده است، ولی به طور معمول از مشکلات خودشون می نویسن و مشکلات زنان ایران واقعا مشکلاتی که در غرب حل شده است، مربوط به قرن 18-19 است. ولی وقتی که به همون نکته برمیگردم، در واقع ارضای کنجکاوی خوانندگانشون تو این مسئله آیا واقعا هیچ دخالتی نداره؟ میگم باز هم شما میگین همه، یعنی میگین غرب. نه هیچ وقت همه رو نمیگم، چون من کتاب خودم چاپ شده اینجا و اصلا کوچیک نکرده خارجی ها رو، همه رو قطعا نمیگم، ولی به طور عمده یعنی اون تندنسی که هست، اون کششی که هست. من میخوام ببینم که آیا صرفا اون نویسنده چیز دیگری هم نوشته؟ بیشتر اینها ببینید مثلا اینجا ما داریم یه نویسنده عراقی پارسال کتابش منتشر شد، خب از بدبختی های زنای عراقی نوشته، کتابش جز پرفروشترین کتابا بود. یه شاعر داشتیم فلسطینی بود که باز حمله کرده بود به ترکیب خانواده، البته خب به حق هم واقعا قابل چیز هست، انتقاد هست، ولی اینا رو که می نویسن اینا خیلی چیز میکنه، جذاب برای اینا که بدونن. مگه مثلا دروغ که نمی نویسن که؟ نه بحث دروغ نیست، ولی واقعا مسئله من اینه که این چقدر، یعنی وقتی که میگیم مثلا ادبیات ما در غرب باید شناخته بشه، چقدر اصلا اهمیت داره که در غرب شناخته بشه. من اگه داستان خوب بنویسم، نیویورکر سابمیت کنم، مگه میان ملیت منو چک میکنن؟ نه الزاما نه. خب پس چه حرفیه؟ شما اگه داستان خوبی بنویسین، ساختار درستی داشته باشه، پریس ریویو، وان استوری سابمیت کنید، میپرسن شما از کجا اومدین. نه ولی ببینید مسئله اینه کسی که می نویسه، خب خود شما هم می نویسید، خیلی از نویسنده رو بپرسیم میگه من برای خودم می نویسم، ولی در واقع اون طرف قضیه هم اینه میخواد شناخته بشه، میخواد. همون میگم اونی که برای خودش می نویسه، اونی که میپردازه ببخشید من تو حرفتون اومدم، اونی که برای خودش می نویسه مگه وقتی سابمیت میکنه میپرسن شما از کجایین؟ من فکر میکنم اینا، نمیدونم که توی مجله خاصی که شما اسم میبرید نمیدونم، ولی خیلی جاها مطرحه که این نویسنده کجاییه، به خصوص با توجه به این سالهای اخیر خیلی فرق کرده با 20 سال پیش نگاه به شرقی ها. و من میگم مثلا شما مجله خاص که من نبودم، مثلا نیویورکه، من دارم میگم مثلا اتلانتیک ریویو، من به شما میگم واشنگتن ریویو، اینا هیچ کدوم بخشی ندارن شما بپرسن که اصلا شما میتونید شکایت کنید. شما داستان وقتی بنویسید
سابمیت میکنید اصلا جایی نداره وارد کنید ملیتتون کجاییه. مشکل به نظر من اینه که خب شاید بخشی از داستان‌هایی که اما به چاپ رسیده پرداخته به فلاکتمون، ولی این دلیل برای نمیشه که وقتی شما داری داستانتو سابمیت میکنی اونا بگن برو به فلاکتت بپرداز. نه اینجوری نیست. نه خب دیگه اگر اجازه بدید یک چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم. چند نفر دیگه از دوستانم میخوان نکاتی رو اضافه بکنن. خانم همیرا سوال مجددتون رو مطرح کنید، بعد نوبت آقای خیلی متشکرم. من فقط چون که جناب دبستانی گفتین که آخرین کتابتون رو بخونیم، ولی آخرین کتاب رو میگه واجد شرایط مرگ، همین کتاب هست؟ نه آخرین کتاب من اسمش هست به روایت مردگان. خیلی متشکرم. یه دونه سوال شخصی ترم بکنم. با توجه به اینکه حدود 50 نفر نویسنده رو شما باهاشون مصاحبه کردین، از این 50 نفر اگه یکیشون شما بخواین با شما مصاحبه کنن، دوست دارین کی با شما مصاحبه کنه؟ خانم من میخوام با 50 نفر دیگه هم برم مصاحبه کنم. خب حالا تا الان بله نه تا الان شما فکر میکنین که دوست دارین کی با شما مصاحبه کنه؟ اگر هم که دوست دارین جواب ندین، هر جور که من به نظرم خیلی دوست داشتم فرصتی برام پدید می اومد آقای فانی با هم صحبت میکردم. خب آقای فانی که اینجا تشریف دارن. آقای فانی آره خودم وقتی که ایران بودم برنامه‌های آقای فانی به عبارت دیگر رو نگاه میکردم و به من یه شانسی که میداد این بودش که تنوع کاراکتر رو دوست داشتم. حالا شاید موضوعی که اون فرد صحبت میکرد برای من خیلی موضوع مرتبطی نبود، ولی من دوست داشتم بشینم ببینم یه نفری چگونه با واژگانش خودشو میسازه و برای من اون تنوع واژگانی خیلی جذاب بود همیشه. خیلی متشکرم که جواب دادین. متشکرم ازتون. پایینی بفرمایید. من اگه اجازه بدین وقتی که میخواین برنامه رو ببندین اگه سوالای مهمتری هست، من یک کامنت خیلی کوتاهی میخواستم در رابطه با صحبتی که آرش کرد در مورد، چون اشاره کرد به مسئله ملانکولیک بودن آدم ها و جامعه، میخواستم یه به حال نظری که من خودم بهش رسیدم که چرا اینجوریه، میخواستم یه کامنت کوتاهی بدم. اگه میخواین بذاریم آخر سوال دیگه باشه. من فقط خودم 2 سوال دارم. فکر میکنم سوال اولمو شبیه سوال آقای جلال باشه که شما توضیح دادید. اگر فکر میکنید چیز دیگری هم میشه گفت که مطرح کنیم. سوال من این هست که مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی تا چه حد میتونه بی‌طرف باشه؟ اونی که میگه بی‌طرفه اصلا اونی که میگه بی‌طرف نیست، یه طرفی وایستاده. به هر حال وقتی شما در مقابل کسی مینشینید میکوشید بی‌طرف باشید. من به ظن خودم کوشیدم. سوال دوم من این است که آیا تاریخ شفاهی میتونه جانشین تاریخ نگاری رسمی ادبیات بشه یا اینکه فقط مکمل اونه؟ منظورتون در رسمی چیه؟ رسمی منظورم اونچه که از قبل نوشته شده و ما خوندیم. اگه موجود باشه و این ایجاد بشه خیلی خوبه، ولی خب کمه. یعنی شما سقوط اصفهان در هنگامه حمله محمود افغان ما امروز میشناسیم به خاطر اینکه یه مبلغ مذهبی تو اصفهان زندگی میکرد، زندگیشو نوشته. ما به این شکل از سقوط اصفهان با خبریم. حالا از اون دور که کمه، اصلا خیلی کمه اینجوری. یا در شرایط دیگه هم ما اینجوری، مثلا درباره انقلاب مشروطه شما خیلی جاها به خاطر زندگی نامه های سفرا یا مبلغین مذهبیه که متوجه اتفاقات روزمره زندگی انسان ها شدیم. امروزه هم هنوز اینجا شما از این تمام نویسندگانی که مترجمانی که تشریف آوردن تو برنامه، من نمیدونم واقعا چند نفرشون زندگی نامه نویسی انجام میدن. شاید یه چیزیه، شاید یه مقدار
ما تو مدرسه هم وقتی من دورانی که تحصیل میکردم هیچ کسی نیومد کتابی رو مثلا شما توی ادبیات انگلیسی بنجامین فرانکلین رو درس میدن و این خیلی برای من جای شگفتی بود. یعنی اتوبیوگرافی بنجامین فرانکلین یکی از کتابی بوده که در هنگامی که شما ادبیات انگلیسی میخونی به درس میدن. ما سفرنامه داریم، تذکره نویسی داریم، سرنویسی داریم، ولی خود زندگی نامه خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. یعنی حتی یه جاهایی انقدر این موضوع شگرفا که برای ما مهمه و تأثیر مهمی حتی رو روند اندیشه ما میگذاره. شما کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک رو ببینید، هرچند که نمیدونیم که آیا فیکشن یا نان فیکشنه، ولی همون قدر که از مشاهدات خودش در زندگی خودش شروع کرده گفتن، یه تحول جدی رقم زده. درست. هایدی جان، من یک کلمه میتونم بگم؟ بفهمید. چون اینو نمیدونم چجوری به تو خبر بدم. من در بفهمید. مورد بیطرف بودن یا بیطرف نبودن یه نکته به نظرم رسید، اینه که آدم میتونه بیطرف نباشه اما میتونه که اونو نگه، اظهار نکنه. متوجه شدین؟ آقای دبستانی شما؟ آقای دبستانی آره وقتی خب ازشون پرسیدن، آدم میتونه، یعنی در حال آدم بیطرف نیست اما میتونه اونو اظهار نکنه. در انتخاب، در نوع گزینش سوالها من از تاثیر نمیدونم چقدر اصلا خود من آگاه هم به 100%. بی‌طرفیم. بله. خیلی متشکرم. الان نوبت نکته پایانی آقای فانی رسیده. بفهمید. بله، من آرش اشاره کرد به مصاحبه که با من داشتن و مسئله ملانکولیک بودن آدم ها و همطور جامعه به طور کلی. من همیشه خیلی به این موضوع زیاد فکر کردم، برای که خودم همیشه تو زندگی یه آدم ملانکولیکی بودم، همطور که به شما گفتم توی برنامه. به همین دلیل همیشه فکر میکردم که چرا آدم ها اینجوریان و به این نتیجه رسیدم که البته ممکنه یکی از عللش ممکنه درست باشه یا ممکنه غلط باشه، ولی من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که این بی‌ثباتی سیاسی جوامع سبب ملانکولیک بودن انسان ها و جامعه به طور کلی میشه. دلیلش اینه که بی‌ثباتی سیاسی آدم تکلیفش روشن نیست به خودش، تکلیفش بر آیندهش روشن نیست، همیشه انگار موقت داره زندگی میکنه، همه چیز زندگیش موقته و مثلا جوامع با ثبات سیاسی که مثلا تمام مراحل تکامل اجتماعیشون رو طی کردن و سالها قرنهاست که به همون شکل دارن زندگی میکنند، اینا میتونن برای 50 سال آیندهشون هم برنامه بریزن، میدونن که زندگیشون قراره چه شکلی باشه و به چه شکل بگذره. جوامع بی ثبات سیاسی اینا رو ندارن. به همین دلیل مردمش هم تو همه زمینه ها، یعنی تو تمام مسائل اجتماعیشون بی‌ثباتی وجود داره و یه غمی انگار تمام این سراسر جامعهشون رو گرفته. وقت تاثیرش توی موسیقی میبینیم، توی شعر میبینیم، توی ادبیاتش میبینیم، تو همه چیزش میبینیم. من خودم شخصا به نتیجه رسیدم که در واقع اینه اون چیزی که باعث این ملانکولیک بودن جامعه هست و باعث ملانکولی بودن خودم بوده تمام این سالهای زندگی. به هر حال اینم یک چیزی که من خودم شخصا بهش رسیدم، نمیدونم درست یا نه، ولی همین گفتم بگم. خیلی متشکرم آقای فانی. اگر سوالی دیگر نیست ما به پایان برنامه نزدیک شدیم. من میخواستم مجدداً از آقای دبستانی سپاسگزاری کنم بابت مطالب آگاهی بخش و بسیار جالب و لذت بخش. خیلی متشکرم از شما آقای دبستانی و با تشکر از همه دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودن، از همه شما خداحافظی میکنم و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. شب همگی خوش. خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنون ممنون. ازت. خدا نگهدار. خوبتون.